پیس است دیگه. بله نمی ویتلیگوس ها پیس. ویتریگو پیس. بله شما تداویش میکنین؟ بله تقریبا 49,000 مریض من همینا از 41 کشور دارم. هر کسی که پیس داشته باشه امکان تداویش است یا بعضی از؟ نه از 55 به بالا امکان خوب شدن نداره. اگر 55 باشه به بالا خوب نمیشه. نمیشه. به خاطر از اینکه من دوربین نشان میده این پوست دیگه کارایی ندارد. این ساخت ساز ندارد. این پیر شده. مثل درختی که پیر میشه پوست ول میده. پوستش کنده میشه. این پوست هم همون پوست هست. هر کسی که از 55 به بالا هست من اعلام میکنم که هیچ قابل تداوی هیچ نیست. کوشش نکنن. این مرض پیس در کنار از اینکه همین ظاهر تغییر میده پوست دست و صورت عوارض جانبی هم داره آقای شیرزاد؟ عوارض جانبی نداره. با کسی کار نداره و کسی از کسی نمیتونه بگیره. خب